اینجا چه خبر شده؟ برادر جاهد آمبولانس خبر کنید. برادر جاهد صدامو میشنوی؟ نمیدونم خانم، به خدا روحم هم خبر نداره. دروغ نگو. من مطمئنم اون گردنبند پیش توه. اون روز یادمه فقط تو خونه بودی. بقیه خدمتکارا رفته بودن مرخصی. درسته خانم، اما به خدا قسم من تو خونه‌های دیگه هم هستم. میتونین ازشون بپرسید. اونا میگن من همچین آدمی نیستم. خوب میدونم که اون گردنبند پیش توه. بهتره که خودت بری و برام بیاریش، وگرنه پلیس یه جور دیگه زبونتو باز میکنه. ممکنه بگی چه اتفاقی افتاده؟ چرا بیخود به این بدبخت تهمت میزنی؟ رحیمون اصلاً بدبخت نیست. یه دزده. تو خونه ما کار میکنه و دزدی میکنه. آقا من دزد نیستم. من دزدی نکردم. گردنبند خانم پیش من نیست. مدرکی داری که دزدی گردنبند کار اینه؟ ببین رحیم جان، تو این قضیه دخالت نکن. من این دختر خوب میشناسم. منم تو رو خوب میشناسم و میدونم چه کارایی از دستت برمیاد. اون هر چی که از خیلی از تو بهتره. حداقل زندگی آدم‌ها رو خراب نمی‌کنه. و درباره گردنبند اون مال تو نبود. تو هیچ حقی روی چیزایی که با پول پدرم خریدی نداری. چه گردنبند باشه چه هر چیز دیگه ای. من فقط به خاطر پدرم تو رو تحمل میکنم. دیگه هم صدا تو روی خدمتکارای خونه من بالا نبر، فهمیدی؟ تو میتونی بری. جانان، فهمیدم زن برادرت بیمارستانه، برای همین اومدم پیشت. اگه کمکی خواستی رو من حساب کن، من پیشتم. جانان دربارم اشتباه میکنی، جوری که تو فکر میکنی نیست. باور کن من قصد بدی نداشتم. من حتی نمیتونم ناراحتی تو رو ببینم، چه برسه بخوام دست درازی کنم. دکتر، خواهرم چطوره؟ همه چی خوبه؟ یه سری مشکل وجود داره که باید حتما عملش کنیم. عمل کنین؟ بله، باید هزینه‌شو واریز کنین. هر چه زودتر هم باید این کارو انجام بدین، چون بدون پول نمیتونیم عملش کنیم. باشه دکتر، من به برادرم زنگ زدم. اون الان میرسه. اون خودش ترتیب همه چیو میده. بسیار خوب خانم. چرا گوشیشو جواب نمیده؟ اصلا نگران نباش، من پول رو واریز میکنم که عملش رو شروع کنن. من به کمک‌های تو نیازی ندارم. از اینجا گورتو گم کن. دیگه تعقیبم نکن. چطور بذارم برم؟ تو اینجا تنها موندی، بعد من تو رو اینجا ول کنم برم؟ من از پس مشکلاتم برمیام. تو رو خدا از اینجا برو، وگرنه به حراست میگم بندازنت بیرون. جانم. داداش جاهد اون چه جانم شده؟ صبر کن. داداش
برات بعدا توضیح میدم. جانان اون چه جانان شده؟ گوش کن. خودتو کنترل کن. داداشم چه شده؟ اون چه شده؟ اون تصادف کرده. اما تو اینجا چی کار میکنی؟ کی به تو خبر داد؟ من با زن داداشم اومدم. اون تو اتاق عمله. داداشم چه شده؟ نگران نباش، انشالله زود خوب میشه. وای خدایا این چه بلایی داره سرمون میاد. جانان تو جانان آروم باش. جانان همه چی درست میشه. خب به من اعتماد کن. بلم کن. همش تقصیر توه. تو مسئول این وضعیت. اینجا برو گم شو. جانان آروم باش، اینجا چرا بیمارستانه. بلم ولش کن. نمی‌کنی؟ اسکندر بهش بگو از اینجا گورشو گم باشه کنه. بهش میگم آروم باش. از اینجا بگو بره. سلام علیکم خواهر. خوبی؟ من خوبم. تو حالت چطوره؟ خیلی وقت زنگ نزدی. منم خوبم. گوش کن. فریده بهم گفت که رحیمم اومده بود تولد یکی از دوستاش. بهش یه هدیه هم داده. انگار ازش خوشش اومده. واقعا؟ چی بهش داده؟ بهم گفت که یه گردنبند بوده. خیلی قشنگ و گرون بوده. گردنبند؟ آره، اون که اینجوری میگفت. یعنی اینکه چی شده نوشین؟ هیچی خواهر. خب یه سوال. بله. تو مطمئنی که نیکان اعتراضی نداره که پسرش با فریده ازدواج کنه و رحیمم مخالفتی نداره؟ خواهر تو نگران نباش. من هر طوری هست نیکانو راضی میکنم. خیلی مهمه که فریده به این خونه بیاد. بیادبیای رحیم روز به روز داره بیشتر میشه. من نمیتونم اینو تحمل کنم. اون فقط میخواد که منو از این خونه هر جور شده بندازه بیرون. من با نیکان ازدواج کردم تا بتونیم بچه دار بشیم، تا اینجوری اون بچه صاحب این ملک و این شرکت بشه. اما از بدشانسیم این اتفاق نمیافته و بعد از دیدن رفتار نیکان فکر نمی کنم اون چیزی به من بده. کلن همه چی میره رو هوا. آره خواهر، میتونم شرایطو درک کنم. راستی نوشین میخوام یه چیزی بهت بگم. حالا فقط یه راه مونده که رحیم بتونه بالاخره تو رو قبول کنه. اونم اینه که باعث ازدواج فریده و رحیم بشی و رحیمم جایگاه همسرشو بهش بده. باشه خواهر، سرم بدجوری داره درد میکنه. برم یه استراحت کنم، بعدم باهات حرف میزنم. باشه، داروهاتو بخور و خوب استراحت کن، بعدن حرف میزنیم. باشه، خداحافظ. چقدر زود اومدی خونه؟ آره، اومدم چند تا پرونده رو ببرم. بیا. این چیه؟ بهتر خودت ببینی چیه. این گردنبند گم شده منه. از کجا پیداش کردی؟ درسته، شبیه گردنبند خودته. من کل خونه رو زیر و رو کردم اما پیداش نکردم. راستشو بگو این تا الان کجا بود؟ چه لزومی داره بفهمی کجا بوده؟ تو فکر کن من از مغازه برای تو خریدم. نه نیکان، این دقیقاً گردنبند منه. یعنی وسایلمو نمیشناسم. حقیقتو بگو، از کجا پیداش کردی؟ اصلا تو گردنبند تو پیدا کردی، پس دیگه این سوالا کاملا بی‌مورده. شکفته بهم گفت که فریده رفته تولد دخترموش و رحیمم اومده اونجا. ظاهرا رحیم یه گردنبند دقیقاً عین همین بهش هدیه داده. میتونم بدونم منظورت چیه؟ هیچی، فقط دارم حرفای شکفته رو بهت میگم، همین. تو داری سعی میکنی رحیمو متهم بکنی؟ داری میگی رحیم یه روز گردنبند تو رو دزدیده و به اون هدیه داده؟ داری اینو میگی؟ آخه رو چه حساب این حرفو میزنی؟ من که اینو نگفتم. من اصلا اسم رحیم آوردم؟ گوش کن نوشین، رحیم تنها پسر و وارث منه و خودت هم خوب میدونی که چقدر دوستش دارم و برام عزیزه. هرچی دارم مال اونه. آره، دفعه دیگه با فامیلات راجع به مسائل این خونه صحبت نکن، متوجه شدی؟
خدای خودت رحم کن. داداش و زن داداشمو به خودت میسپارم. خدایا لطفاً سایه داداش و زن داداشم همیشه بالای سرم باشه. آخه یهو چی شد؟ خدایا جانان نگران نباش. برادر و زن برادرت چیزیشون نمیشه. زن داداشم حالش خوب نبود. مجبور شدم اورژانسی بیارمش اینجا، وگرنه میبردمش یه بیمارستان دیگه. باید پول عملشو واریز کنم. من به داداشم زنگ زدم اما برادرتو آوردم اینجا چون اورژانسی بود. نگران نباش. هر جوری از پول جور میکنم. من نمیخوام قیافتو ببینم. از اینجا برو. تو رو خدا خواهش میکنم دست از سرم بردار. از اینجا برو. همه اینا تقصیر توه. از اینکه ببینمت متنفرم. تو چرا همچین میکنی؟ شما همین الان برای عمل به کمک مالی نیاز دارین. بعدن به هم پس میدین. من اصلا پول تو رو نمیخوام. الان مسئله اینه که جاهد حالش خوب نیست. باید از هر جایی شده پول جور کنیم. نه اصلا لازم نیست جایی برین. چرا لجبازی میکنین آخه؟ اگه کمکم رو قبول نکنین خودت ضرر میکنی. صبر کن میرم پول واریز کنم. از 100 سال نمیخوام زیر دین اون بمونم. ما چاره دیگه ای نداشتیم. فقط دعا کن که برادر و زن برادرت خوب بشن. بله سلام علیکم پدر. کجای رحیم؟ من بیرونم. چرا چیزی شده؟ باید راجع به یه موضوعی با هم دیگه صحبت کنیم. منتظرتم. زود برگرد خونه. شرمنده نمیتونم بیام. چرا؟ چرا نمیتونی بیای؟ راستش دوستم تصادف کرده و من بیمارستان پیششم. فعلا که یکی ازت شکایت کرده. انتظارش از تو نداشتم. چرا این کار رو انجام دادی؟ میشه بهم بگی چی شده پدر؟ جاهدو میشناسی؟ جاهد؟ آره جاهد. خواهرش تو دانشگاه شماست و با هم درس میخونین. و اسمش هم جانانه. آره همینطور. اما چرا اینو میپرسی؟ وقتی رسیدی خونه خودم بهت میگم. این کارت اصلا درست نیست. چرا ساکت شدی؟ جواب بده. چرا این کار رو انجام دادی؟ اصلا اینجوری نیست. اشتباه بهت گفتن. سوء تفاهم شده پدر. هیچ سوء تفاهمی نشده. برادرش به من مدرک نشون داده. وقتی رسیدم خونه حرف میزنیم. فعلا که بیمارستانم. رحیم چطوری اینجا رو پیدا کرد؟ نمیدونم. هر جا میرم دنبالم میاد. اصلا نمیدونم از کجا فهمیده اومدم اینجا. مطمئنم یکی داره آمارتو بهش میده. چطور ممکنه؟ من به هیچ کس نمیگم کجا میرم و کجا نمیرم. یعنی کی میتونه باشه؟ یه چیزو نفهمیدم. چرا بهش گفتی هرچی اتفاق افتاده فقط و فقط مقصرش اونه؟ برای گرفتن انتقام اون سیلی قصد و نیت پلیدی داشت. اما از اونجا فرار کردم. داداشم میخواست بره خونه پدرش که شکایت رحیمو پیشش بکنه. چرا زودتر اینو به هم نگفتی؟ چطور جرأت کرده همچین کاری بکنه؟ اون از هر حد و مرزی میگذره. اونه که مسئول تمام این اتفاقاته. داداشم به خاطر اون تصادف کرده و
الان تو این وضعیته. ببخشید، کی همراه بیمار جنیده؟ بله. دکتر، حال برادرم چطوره؟ حالش خوبه؟ ببینید وضعیت بیمار خیلی وخیمه، اما تلاشمون رو میکنیم. فقط براش دعا کنید. این خدمت شما. الو، هیچ میدونی چی کار کردی؟ چی شده اسکندر؟ بهم بگو. نسبتت با رحیم چیه؟ برادرته یا پسرعموته؟ نسبتتون چیه؟ چرا با جانان این کارو کردی؟ یه لحظه. تو حق نداری اینجوری با صدای بلند با من حرف بزنی. من میتونم هر کاری که دلم بخواد بکنم. تو کی هستی که همچین حقی به خودت میدی؟ فکر میکنی هر وقت هر اشتباهی که داشته باشی طرف مقابل باید ببخشه؟ به خاطر این کارات میتونم پلیس بیارم سراغت. مگه چی کار کردم؟ اصلا تو کی باشی که بخوای سر من پلیس بیاری؟ برادر جانان آیسیو بستریه و تو رحیم مسئولش هستین. فهمیدی؟ گفتی آیسیو؟ مگه چه اتفاقی براش افتاده؟ بعد از کارتون با جانان داشت میرفت پیش پدر رحیم تا شکایت کنه، اما تو راه تصادف کرد. الان فقط به خاطر شما دوتا بین مرگ و زندگی مونده. گوش کن اسکندر. الو. به چی فکر میکنی؟ تمام مدت دارم به رحیم فکر میکنم. به رحیم چرا؟ چی شده؟ چی کار کرده؟ چیز خاصی نیست. داشتم فکر میکردم. انقدر درگیر کار شدم که نتونستم به پسرم رسیدگی کنم. خدا میدونه که اون الان با چه جور آدمایی میکرده. اون که بچه نیست. خودش خوب میدونه چه چیزی به صلاحشه. برای یاد گرفتن این چیزا تربیت خوب لازمه. توجه کافی پدر و مادر لازمه. مادرش خیلی زود از دست رفت. منم که درگیر کار شدم. کسی رو نداره که راه درست و غلط رو نشونش بده. میتونم یه چیزی بگم؟ با برادر اشفاق حرف بزن درباره فریده دختر خوبیه و به نظرم خیلی به رحیم میاد. داشتم فکر میکردم رحیمو برای ادامه تحصیل بفرستمش خارج. بعد از اینکه درسش تموم شد درباره ازدواجش صحبت میکنم. منم برای همین درباره فریده گفتم. فریده و رحیم از بچگی همدیگر رو میشناسن، با همدیگر رفتن مدرسه و دانشگاه، اخلاقای همدیگر رو خیلی خوب میشناسن. آره تو داری درست میگی. اول رحیم درسش رو تموم میکنه و بعدش هم راجبش تصمیم گیری میکنیم. تو هم یه زحمتی بکشه. لطفاً برای من یه چای سبز بیار. حتما. فکر میکردم واقعا جانانو دوست داری، اما تو لیاقت و عشق جانانو نداری یا هر دختر دیگه ای. اسکندر لطفاً تو یکی خفه شو. بدون فقط به خاطر جانانه که دارم زخم زبونه مزخرف تو رو تحمل میکنم. من نمیخوام کاری کنم که جانانو ناراحت کنه. الان شرایطشو نداره. جانان دوستت نداره، ازت متنفره. زود عاشقم میشه و خودت هم اینو میبینی. دلم خیلی برات میسوزه. تو چقدر بیچاره‌ای. فقط بهم بگو رابطه تو با جانان چیه؟ مثل تو هم. و جانان؟ ببین رحیم، دارم میرم پیش جانان.
لطفاً زودتر از اینجا برو. به جانان نزدیک نشو، چون بیشتر ناراحتش میکنی. اسکندر، ببینم خونو جور کردی؟ آره، آوردم دادمش به پرستار. خدایا واقعا شکرت. مبارک باشه، زن برادرتون فارغ شد. ممنونم. خدایا شکرت. بالاخره یه خبر خوب دادن، اما حالا منتظر خبر خوب بعدیم. بریم. الو، رحیم کجایی؟ چی شده؟ اسکندر به هم زنگ زد، گفت که برادر جانان توی ICU بستریه. آره، درست گفته. خیلی بده رحیم، هر اتفاقی که افتاده به خاطر ما بوده. یه اتفاق بوده و از این اتفاقا هر روز خدا پیش میاد. هرچی باید میشد شده، تقصیر هیچ کسی نیست. اسکندر به هم گفت برادر جانان داشته میرفته پیش پدرت ازت شکایت کنه و توی راه تصادف کرده. نورین، تو دیگه نمیخواد رو اعصاب من راه بری. الان عصبانیم، بعداً با هم حرف میزنیم. رحیم رحیم، रूह में लगे हैं कांटे, आँख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे, पास पास रह कर तन्हाई, पूछती है दिल क्यों ये जुदाई. ازت خیلی ممنونم. چرا تشکر میکنی؟ مگه من چی کار کردم؟ من خیلی زود این پولی که به هم قرض دادی و بهت برمیگردونم. نه جانان، من به اون پول نیازی ندارم. اونو بهت قرض ندادم. عیبی نداره. برو مراقب برادر و زن برادرت باش. نگران اون پولم نباش. कहीं متشکرم. कहीं दूर بریم جانم. चले कहीं दूर जाए, खुद को ही ढूंढ लाए, सांस भी साथ छोड़े, इतने करीब आए, रुके नहीं हम कदम कदम, इश्क हुआ मेहमान, मुझ में कहीं तू है मकी, तुझसे अलग मैं कहाँ. इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया. حالت خوبه زن داداش؟ خوبم، دختردار شدم. حق با داداشت بود، ماشاءالله خیلی نازه. خواهر، از طرف خودم به شما و جانان خیلی تبریک میگم. مبارکمون باشه. خواهر ماشاءالله خیلی نازه. من میگم اسمشو بذاریم آیشه. آیشه ما، آیشه قشنگ ما. جاهد کجاست؟ نیومده؟
برادر زودتر اومده بود، اما رفته که داروهاتو بگیره از داروخونه. زود برمیگرده. داداشت چطور توی این شرایط تنهام گذاشته؟ داداش قبل اینکه به هوش بیای رفته بود، به خاطر دخترش. خیلی خوشحاله. دیدی؟ داداش دختر میخواست، تو هم. حالا دختردار شدی. امروز خیلی خوشحال میشه که آرزوش برآورده شده و اسمی که اون براش انتخاب کرده بود و تو براش گذاشتی. چی شده جانم؟ چرا داری گریه میکنی؟ وقت خوشحالیه، ببین حالم خیلی خوبه. خواهر اینا اشک شوقه. ببین خواهر، این فرشته کوچولو اومده. ما خیلی وقت منتظرش بودیم. یه لحظه صبر کن، وایستا. بگیرش. اینو برای خیرات نگه داشته بودم، چون همه چی به خیر گذشت. خیراتش کن. بریم جانان، بریم به همه شیرینی بدیم. خیلی مواظب خودت باش خواهر. سلام رحیم، خوبی؟ خوبم. کاری داری؟ نه، یعنی من نباید همینجوری بهت زنگ بزنم؟ بیرونم. من تو دانشگاه میبینمت. واقعا؟ اگه خونه نیستی پس کجایی؟ آخه لازمه همه چی رو بهت بگم؟ چرا سر همه چی عصبانی میشی؟ فکر کردم چون بیرونی و منم تو پاساژم بیای و منو تا خونه برسونی. فریحه، من الان بیمارستانم. چی؟ تو چرا بیمارستانی؟ رحیم خوبی؟ من خوبم، چیزی نشده. خدا رو شکر. خیلی منو ترسوندی پسر. بگو آخه تو بیمارستان چی کار میکنی؟ خب بعداً باهات حرف میزنم، باشه؟ اما دکتر، حال برادرم چطوره؟ من خیلی متاسفم، ما نتونستیم نجاتش بدیم. چی دارین میگین؟ ما تمام تلاشمون رو کردیم، اما عمر دست خداست. لطفاً آروم باشی. جانان آروم باش. عباس کردن. جانان داداشم. جانان خواهش میکنم. داداشم. جانان 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 چشماتو باز کن. جانان چه شد یهو؟ جانان با هم حرف بزن. جانان من پیشش میمونم، تو برو دکتر رو صدا کن. جانان جانان
الو پدر، یه بار بهتون گفتم که دوستم الان بیمارستانه. این بنده خدا بهم نیاز داره، الان نمیتونم بیام خونه. اشتباه متوجه شدی پدر. فردا میام با هم صحبت میکنی باشه؟ جانان خودتو کنترل کن. باید قوی باشی. اگه مراقب خودت نباشی پس کی مراقب ما باشه؟ همه چی درست میشه جانم. ازم دور شو. اسکندر بهش بگو بره. پول تو هم پرت میکنم تو صورتت. از اینجا گم شو. اون قاتل برادرمه. بهش بگو بره. جانان حق داره. لطفاً از اینجا برو. پرستار، خواهرم رو اینجا ندیدی؟ دیدم رفت بیرون. مگه هنوز برنگشته؟ نه، هنوز که برنگشته. کم کم دارم میترسم. حس میکنم اگه نگران نباش، من میرم بیرون. اگه دیدمش میفرستمش پیشت. من الان چی کار کنم؟ چطور اینو به زنده داشتم بگم؟ اون نمیتونه تحمل کنه. اما باید حقیقتو بهش بگیم. داره سراغشو میگیره. نمیدونم چطوری این کارو بکنم. چطوری باید بهش بگم؟ نمیتونه این غمو تحمل کنه. اون میمیره اسکندر. میمیره. درک میکنم جان. درک میکنم که واقعا مصیبت بزرگیه. واقعیت تلخ زندگی اینه. اما باید واقعیت رو قبول کنیم. تو در حال حاضر باید خیلی قوی باشی و از اونا هم مراقبت کنی. زن برادر تو عایشه. ای خدا، تو با من چی کار کردی؟ تو منو از داداشم جدا کردی. حالا به کی تکیه کنم؟ خدایا این حق ما نبود. این حق ما نبود. جانان آروم باش. جانان همه چی درست میشه. به من اعتماد کن جانان. ولم کن. همش تقصیر تو بود. تو مسئول اینو از این رحیم گم شو. جانان آروم باش، اینجا بیمارستانه. چرا ولم نمی کنی؟ اسکندر بهش بگو از اینجا بره. عزیزم، منتظر پدرتی؟ اون به زودی میاد. عمت هم میاد. بعدش بهش گله میکنیم که چرا نیومده ما رو ببینه و حالمون رو بپرسه. چرا نیومده؟ درسته؟ عمه الان میاد. دختر عزیزم، قربونت برم من. دختر قشنگم.
جانن، خیلی دیر اومدی. خیلی وقت منتظرت بودم. جاهد کجاست؟ چرا گریه میکنی؟ الان وقت خوشحالی. گریه نکن. خب؟ چی شده؟ همه چی خراب شد زنده داشت. چی خراب شده جانان؟ میشه بهم بگی لطفاً؟ جاهد کجاست؟ داداش تنهامون گذاشت.